اونی که جای فرمانده‌های سپاه رو لو داده یه افغانستانی نیست، اصلا دسترسی به این اطلاعات نداره. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده. اینا بزرگش نکن، باز اون نفوذی اصلی جاش آروم باشه. نفوذ تو سطح بالا اتفاق افتاد. کی بوده اون که خبر داشته؟ کی بوده که امشب مثلا سردار باقری کجا میخوابه؟ چند نفر تو کشورن این اطلاعاتو دارن؟ حالا یه جوی رو انداختن علیه افغانستانیا. آقا یالا باید افغانستانی از ایران برن. اولا اگه غیر قانونی کسی اومده تو و هیچ خیلی هم برای این کشور نداره، خیلی محترمانه بدون اینکه بهش توهین کنید، بدون اینکه ازش باج بگیرید، الان افغانستانی رو میگیرن میبرنش دم آبربانک، کارت میکشه براشون، بعد ولش میکنن، دوباره میره اونور اون میگیردش. این کثافت کاریه. توهین بکنید به این افراد، به خودشون، به نوامیسشون، اصلا و اگه این کارو بکنید با اسرائیل فرقتون چی؟ حق ندارید. انسانم. ما چند میلیون از اینا، 3-4 میلیون از اینا 40 سال تو کشور ما بودن تا قبل از قصه طالبان. ما از اینا بدی ندیده بودیم، خیلی هم آدمای منظمی بودن. بعد شما یه جوی رو انداختید، حالا خیلی از اینا اینجا ازدواج کردن، یعنی زن ایرانی داره یا دختر افغانستانی شوهرش ایرانیه، اینجا بچه به دنیا اومده، به این بچه شناسنامه ندادید شما، بعد این بچه رو میخواد بگی رد مرز کنی، بعد به این بچه توهین میشه. چه حق این کارو میکنی؟ این چه جویه رو انداختید تو این کشور؟ برید همین گلزار شهدای همین قم ببینید چند تا افغانستانی توشه. 8 سال جنگ افغانستانیه که تو ایران بودن مگه نیومدن از ما دفاع کردن، کشته دادن تو جنگ؟ این چه مسخره بازیه؟ این چه برخوردی؟ سیستم خودش غلطی کرده، توش مونده، حالا از این جو استفاده بکنه که لاپوشون کنه غلط خودشو. شما بی خود کردید، مرز واز کردید، یه عده درست و غلط اومدن تو. اشتباه از شما بوده، بی تدبیری از شما بوده. حالا چوبش اون افغانستانی باید بخوره که 40 سال تو این کشوره و 40 سال سلامت زندگی کرده و خدمت کرده به ما. بعد منم یه عده میگن آقا تو هم انگار افغانی هستی و باید اینا همه برن بیرون، غلط کرده اومده کشور ما. 8 میلیون ایرانی الان تو خارج کشوره، اندازه 2-3 تا کشور حاشیه خلیج فارس جمعیت 2-3 تا کشور جمعیت از کشور ما مهاجرت کردن تو اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا و منور. اگه با اینا اونجوری برخورد بشه شما خوشحال میشید؟ همین کاری که الان تو آمریکا داره میشه، اینا رو میگیرن سوار هواپیما میکنن برمیگردونن. جلو ظلم باید وایستاد آقا. مگه چند سال افغانستان از ایران بزرگ جدا شده؟ هم زبان ماست، هم فرهنگ ماست، تاریخمون با هم یکیه. شما مگه میتونید از تاریخ ایران، تاریخ ایران بزرگ، از تاریخی که ما داریم، مگه میتونید افغانستان و کابل رو جدا کنید، مزار شریف رو جدا کنید، هرات رو جدا کنید؟ مگه میتونید مگه این کلماتو از اشعارتون پاک کنید؟ کسی خلاف کرده، هر کی خلاف کرده، ولی نرید آفتاب دزدو بگیرید، شاه دزدو ول کنید، آفتاب دزدا رو قطار کنید، حالا فردا هم یه 4 تاشون هم اعدام کنید، جو را بندازید. خب الان جلو نفوذ گرفتیم. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده، نفوذ یه جا دیگه اتفاق افتاده، جلو نفوذ اصلی رو برید بگیرید. این بی‌شرفا وقت این کشور رو گرفتن، پول این کشور رو گرفتن، امنیت این کشور از بین بردن، ملت دارن لطمشو میخورن. اونی که جای فرمانده‌های ما رو لو داده افغانستانی نبوده. اونی که میدونه لانچرای موشکی ما کجاست، ذخایر موشکی ما کجاست، شهرهای زیرزمینی موشکی کجاست، اون افغانستانی نیست که یه دفعه تو کوهو میزنن دود بلند میشه میگن آقا یه مقر سپاه بوده یا مقر ارتش بوده یا نمیدونم پدافند اونجا بود. این نفوذ یه جدی اصلا سطح این نفوذ به این جماعت نمیخوره. این که فرمانده اطلاعات سپاه با 2 تا معاوناش تو کدوم ساختمون جلسه داره، اینو پدر جد من و شما هم اطلاع ندارم، چه برسه این بیچاره.